سلام و درود به شما عزیزان، امیدوارم عالی باشین و خوش اومدین به کانال خودتون بیشتر بدونین. استقلال یا پرسپولیس، قطعا واسه هوادارهای این دو تیم جایگاه تیمشون تو عشقشون به تیم محبوبشون تأثیر زیادی نداره، اما بد نیست یه مقایسه آماری داشته باشین. پس لایک کنین و در ادامه با بررسی افتخارات این دو تیم محبوب و آمار تقابلاشون جلو هم همراه من باشین. باشگاه فوتبال استقلال قدیمی‌ترین باشگاه فوتبال حرفه‌ای ایران به حساب میاد و توی 4 مهر ماه سال 1324 تو شهر تهران تأسیس شد. این باشگاه تا قبل از انقلاب اسمش دوچرخه سواران و بعدش تاج بود. استقلال با کسب 38 عنوان قهرمانی رسمی توی جام‌های قاره‌ای کشوری و استانی دومین باشگاه پر افتخار ایران از حیث کسب جام به حساب میاد. استقلال با 2 عنوان قهرمانی، 2 نایب قهرمانی و 3 عنوان سومی لیگ قهرمانان آسیا به عنوان پر افتخارترین تیم ایرانی تاریخ این رقابت‌ها به شمار میاد. استقلال 7 بار هم به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کرده و در حال حاضر 4مین تیم پر افتخار تاریخ آسیا به حساب میاد. 38 عنوان قهرمانی استقلال به تفکیک این جام‌ها است. 9 تا جام مربوط به لیگ‌های سراسری، 1 جام قهرمانی فوتبال ایران، 7 تا جام حذفی، 1 سوپر جام، 13 تا جام مربوط به جام باشگاه تهران، 4 تا جام حذفی تهران، 1 سوپر جام تهران و 2 تا عنوان قهرمانی آسیایی. بریم سراغ قرمزای پایتخت. باشگاه فوتبال پرسپولیس در دی‌ماه سال 1342 تو تهران پایه‌گذاری شد. باشگاه پرسپولیس با کسب 39 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم ایران از حیث کسب جام به حساب میاد. که این تعداد رو اگر خواسته باشیم تفکیک کنیم به این شکل: از 16 تا جام مربوط به لیگ‌های فوتبال ایران، 7 تا جام حذفی ایران، 5 تا سوپر جام ایران، 6 تا جام باشگاه تهران، 2 تا جام حذفی تهران، 1 جام شهید اسفندی، 1 عنوان قهرمانی مسابقات انتخابی آسیا و 1 جام برندگان جام آسیا. قبل از اینکه آمار بازی‌های رو در روی سرخابی‌ها رو بهش بپردازیم، بریم سراغ رکوردهای خارق‌العاده این دو تا تیم. تنها تیمی که تونسته تو لیگ برتر 5 بار پشت سر هم به عنوان قهرمانی دست پیدا بکنه پرسپولیسه و در نقطه مقابل تنها قهرمان بدون شکست ادوار مختلف لیگ برتر استقلاله. تایم این ویدیو مربوط به قبل از دربی 104 است و در مجموع 103 دربی برگزار شده 27 برد سهم پرسپولیس و 26 برد سهم استقلال بوده و 50 بازی این دو تا تیم هم با نتیجه مساوی به اتمام رسیده. و در مجموع این مسابقات 195 گل به ثمر رسیده که سهم پرسپولیس 101 گل و استقلال 94 گل بوده. اگه خواسته باشیم به چند تن از بازیکنان محبوب این دو تیم تو دقایق مختلف اشاره کنیم، برای پرسپولیس فرشاد پیوس، علی پروین، علی دایی و جلال حسینی بهترین گزینه‌ها هستند. و برای استقلال زنده‌یاد منصور پورحیدری، زنده‌یاد ناصر حجازی، حسن روشن و فرهاد مجیدی گزینه‌های خوبی هستند. خب کم کم داریم به پایان تایم این ویدیو نزدیک میشیم. میتونید نظرتون رو کامنت کنیم، استقلال یا پرسپولیس. و اگر این مطلب واسهتون مفید بود میتونید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو فعال کنید تا محض ارائه ویدیو جدید واسهتون نوتیفیکیشن ارسال بشه. مثل همیشه بهترینا رو واسهتون آرزومندم. به خدای بزرگ میسپرمتون و به امید دیدار.